اگه این 7 رو از یه دختر دیدی مطمئن باش که بهت علاقه‌منده و داره بهت چراغ سبز نشون میده. توی این ویدیو اون 7 نشونه رو گفتم، پس تا آخر این ویدیو رو نگاه کن و ببین طرفت داره بهت چراغ سبز نشون میده یا نه. تابلوترین چراغ سبز دخترها. مورد اول، تماس چشمی طولانی و معنادار. وقتی دختری بیش از حد معمول به چشمان شما نگاه میکنه و این نگاه رو نگه میداره، به شما چراغ سبز داره نشون میده. مورد دوم، خندیدن به شوخی های شما. حتی اگر شوخی های شما خیلی هم خنده‌دار نباشه، اون میخنده و به دنبال فرصتی است که بیشتر با شما تعامل داشته باشه. مورد سوم، شروع کردن مکالمه یا ادامه دادن اون. وقتی اون به طور مداوم تلاش میکنه مکالمه رو ادامه بده یا خودش موضوع جدیدی رو مطرح میکنه، به شما علاقه‌منده. مورد چهارم، لمس های کوچک و غیر مستقیم. مثلا وقتی به بهانه دست یا بازوی شما رو لمس میکنه، این یک نشانه واضح از علاقه است. مورد پنجم، تعریف کردن از شما. وقتی از ظاهر، شخصیت یا کارهایی که انجام میدهید تعریف میکنه، این یکی از راههای نشان دادن علاقه به شماست. مورد ششم، پرسیدن سوالهای شخصی تر. وقتی از شما درباره زندگی شخصی، علاقه هاتون یا برنامه های آینده تون میپرسه، میخواد شما رو بیشتر بشناسه. و مورد هفتم، فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی شما. اگه اون مداوم پست ها و استوری های شما رو لایک و کامنت میذاره یا اولین کسیه که استوری های شما رو میبینه، این هم یه چراغ سبزه. و اما نکته ماجرا، با دیدن یک مورد نمیشه گفت طرف به شما علاقه‌منده. حداقل باید 2 یا 3 مورد رو داشته باشه. مردان آلفا، کانالی که توش یاد میگیری چجوری مخ هر دختری رو بزنی. اینجا کمکت میکنم تبدیل به مردی بشی که هر دختری آرزوی بودن کنارشو داره. پس لایک و سابسکرایب رو هم بزن که همدیگر رو گم نکنیم. من آرش هستم و تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.